سلام بچه، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. قرار امروز توی این ویدیو بریم توی کلش رویال و چند تا از بهترین ترکیب‌های کلش رویال رو بهتون معرفی بکنم. همونطور که میبینید سیزن جدید کلش رویال هم اومده و اینطوری شد دیگه، حالت شطرنجی گرفته. خب بچه ببینید، اولین دک این ترکیب اژدها جهنمی، تورنیدو، مگانایت، بتل هیلر، گالم اکسیریو، بچه اژدها برقی و روح شفا بخش. خب این بچه این ترکیب فوق‌العاده است، هم برای اکسی بی نهایت خوبه، برای بتل خوبه. حالا من که ارتقا ندادم کارتامو، ولی شما میتونید ارتقا بدید و باش بازی کنید. خب میریم سراغ ترکیب دوم که من این ترکیب دارم. این ترکیب دستساز نسبتا بالون سایکله که فوق‌العاده میتونه خوب باشه و خیلی عالیه. حالا من یه مقدار تغییرش دادم، مثلا جلاد آوردم، پرنس و پرنسس آوردم و اینطوری شده. ترکیب سوممون ترکیب جاینت برقیه. بچه ببین این ترکیب فوق‌العاده قویه، اسپل داره، تورنادو و جاینت اسنوبال. این ترکیب برای کسایی که جاینت برقی پلی میدن خیلی خوب میتونه باشه، ارتقاش بدن و باش بازی کنن و عالیه. ترکیب چهارم ترکیب اسپارکی جاینته که این ترکیب فوق‌العاده است. اول شما جمع کننده اکسی رو میزنید، اکسی میگیرید، بعد میاید جاینت و اسپارکی رو میزنید، یعنی قصلا خیلی خوب میشه. خب بچه ها، ترکیب پنجم هم که همونه و ترکیب ششم این ترکیبه که این ترکیب خیلی خوبه، هم هوایی داره و اینو داره که فوق‌العاده است. فایل کرکر فوق‌العاده شده بچه ها، مخصوصا تکاملی که داره عالیه. خب این ترکیب خیلی خوبه، مگانایت و ساحر تاریکی عالی میتونن بشن و این یکی از 6 تا بهترین ترکیبای کلش رویاله که میتونید حتما بازی کنید و بتل بزنید و حال کنید دیگه. خب بچه ویدیوی من اینجا به تموم شده. راستی بچه حتما بیایید توی کلن ما، کلن بلک کینگ. همه بچه ها فعالن، الان که فعال نیستن میبینید یه نفر آنلاینه، ولی الان چون ظهره همه خوابن فعال نیستن، ولی ساعت 5-6 اینا فعال میشن و همین دیگه. بچه حتما چنل منو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و تا ویدیوی بعدی خدا یار و نگهدارتون.